اونجایی که توی خانواده فقیر نشین بوده و کسی هم نبوده که ساپورتش بکنه و کارش هم کاری نبوده که حالا بخواد سری حالا به یه بازدهی برسه و بتونه از اون طریق درآمد داشته باشه، بالاخره رو آورده به کارهای دیگه، به کسب و کارهای دیگه و از اونجا بالاخره یه ورودی در آورده و اون ورودی رو، اون پولی که در می آورده رو اومده خرج کرده به چیزی که عاشقش بوده، یعنی به رپ، به موسیقی. و تا مدت زمان خیلی خیلی زیادی خب باز هم ورودی نداشته، اما این آدم ادامه داده و چه چیزی باعث شده که ادامه بده؟ اون شوق و ذوقش.